سلام، شما خوبین؟ آیا میدانستید گنادی ها گند مینادند؟ سشه داداش دیشب ماه تو آسمون تصادف کرد 3-4 تا پشتکم زد که یهو تو بمبئی مارمزون شد. در پی این حادثه آقا سجاد به تقلید از آقا قباد خان گوزآباد به دلیل زیخ وقت دست به تولید و توزیع زولبیا بامیه زده که با نیروی استکاک کف دستای نامبارکش به وسیله راکت بدمینتون بچه سگش بامیهاشو در مسیر تردد سگ و گربه های کوڅه درست میکنه. چون یهو مارمزون شده سداسیا تو کوڅه بغل متن لعنت بر پدر مادر هر کی در این مکان آشغال بریزد یه تنور یهویی درست کرده که انصافا حرارتش هم خوبه ولی چرکای سجادو نمیسوزونه. ولی خانومش با این کارش مخالفه. بهش گفته سجاد جون چشات بیا تو، فردا فیلممون در میاد تو مترو بلوتوثمون میکنن ها. زحمت زولبیاها افتاده گردن داوود گردنخورد که توی روغن کرتک بنفش و روغن بنفشه سیاه که تو کرونا کل بمبئی مورد استفاده قرارش دادن و به خاطر همینم است که کثیفه با دستمال جذب عفونتش زولبیاها رو متولد میکنه. وای من یه دونه ایموجی اینجوری تو گوشیم دارم، چقدر شبیه اونه. والا از این روغن بیش از اینم انتظار نمیرم. فکر کنم سوراخ دستمالشو بزرگ زده بود. ایشالله که بره تو شیره حداقل رنگش بهتر بشه آدم رغبت بکنه بخوره. آخه داوود شرفت کجا بود؟ بدتر شد. داوود گردنخورد من به چشای داداش گل زولبیا دادم، تو بلا نسبت درست کردی. ولش کن چی به کی، مارمزونه دیگه. یکم حلیم بریز روش برداره ببره. نوش جان بمبئی.